السلام علیکم با مردم تاجیک. مرا گوشین اپو خوارو شما کامنتر دا گفت بزیم ننویسین که شما چیکار دارین با چوکور اختنا کنین با دختر و سر به سر میشین. گفت نیست ما گفت شما را میگیریم ما کار را میگیریم ما زن جای ویدیو را میمونیم دختری تاجیک خدمونه اپا و خواری ما و شما نه نگاش که کرتا تا بجا را خویای پگه فرزندای ما و خودت ای دختر چی یاد میگیره میگه نشدم کاری خوبه که نه تاجیک هدایش ما دیلم با یعنی یوشای کلان شیدستن بنای خواهرجان و بنای دخترکا دیلم میسوزه که زندگی حلال بد نکن همه سرتیک بسیار شیدسته خانوایران بسیار شیدسته ای پشتی نمی کارای نمی دخترای نمی که نخواه خیلیش به فراست هم کو خیلی فوریده استاشون در اینترنت که هستن امروز که روزی 8 مارته ما گرفتم های گلابولوچک از کجا فهمیم که پاتنت ما رجیستراسیون ما تردوی دگاری ما در بازه هست یا نیست؟ البته این مشکلی ها این زمان خیلی زیاد شد و ما مشکلی ها را حل کردیم. برادر نظامی‌الدین طول چند سال می شود که با این کار فعال هست و البته مشکلی های شما را حل خواهد کرد. با طریق واتساپ با این برادر هم صحبت شوید، از نام شبکه کاروان عمر سلام گویید و به همه سوال های شما جواب پوره خواهند داد. نگفته نماند با طریق زبان تاجیکی، ازبکی، روسی می توانید که شما با این برادر صحبت کنید و حتما مشکلی های خود را حل میکنید. ان شاء الله بر شما سلامتی و برای کار خواهان هستم. امیدوارم که مشکلی های شما با واسطه این برادر حل خواهد شد ان شاء الله. السلام علیکم با مردم تاجیک. مرا گوشین اپو خوارو شما کامنتر دا گفت بزیم ننویسین که شما چیکار دارین با چوکور اختنا کنین با دختر و سر به سر میشین. گفت نیست ما گفت شما را میگیریم ما کار را میگیریم ما زن جای ویدیو را میمونیم دختری تاجیک خدمونه اپا و خواری ما و شما نه نگاش که کرتا تا بجا را خویای پگه فرزندای ما و خودت ای دختر چی یاد میگیره میگه نشدم کاری خوبه که نه تاجیک هدایش ما دیلم با یعنی یوشای کلان شیدستن بنای خواهرجان و بنای دخترکا دیلم میسوزه که زندگی حلال بد نکن همه سرتیک بسیار شیدسته خانوایران بسیار شیدسته ای پشتی نمی کارای نمی دخترای نمی که نخواه خیلیش به فراست هم کو خیلی فوریده استاشون در اینترنت که هستن امروز که روزی 8 مارته ما گرفتم های گلابولوچک